به نام خدا. امروز در خصوص روش‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه میدیم. در خصوص تصفیه فاضلاب بهداشتی خب روش‌های مختلفی برای تصفیه فاضلاب بهداشتی وجود داره که در واقع نوع کاربری که ما از پساب خروجی تصفیه خونه میخوایم بگیریم در واقع میتونیم نوع فرایند رو تعیین بکنیم. در جایی که ما نیاز هست پساب خروجی رو برای چاه استفاده بکنیم، حتما باید از روش‌های استفاده بشه که حذف نوتریانت ها مثل حذف نیترات، فسفات اینا در اون روش صورت بگیره. جایی که ما از این پساب خروجی برای کشاورزی استفاده میکنیم خب لزوما اجباری به حذف نوتریانت ها نیست و میتونیم از روش‌های دیگه استفاده بکنیم. یکی از روش‌های متداول تصفیه فاضلاب بهداشتی که برای فضای سبز مورد استفاده قرار میگیره روش هوادهی گسترده یا extended aeration هست که در این روش فاضلاب در واقع بعد از اینکه قسمت در واقع آشغالگیری و چربیگیری رو گذروند از طریق پمپاژ وارد قسمت هوادهی ما میشه و اونجا توسط میکروارگانیسم هایی که حدود 18 تا 30 ساعت تحت شرایط هوازی قرار گرفتند آلودگی های این فاضلاب کاهش پیدا میکنه و در واقع جرم توده سلولی ما و MLS ما بعد از هوادهی وارد قسمت ته‌نشینی میشه. در قسمت ته‌نشینی هم بر اساس اختلاف وزنی که وجود داره لجن ته‌نشین میشه و پساب رویی که در واقع صاف و زلال هست وارد قسمت گندزدایی میشه. لجنی که در واقع برگشت داده میشه به قسمت هوادهی بعضا تا در سیستم های هوادهی گسترده تا 100% هم برگشت داده میشه. یکی از مزیت های روش هوادهی گسترده در واقع پایین بودن لجن تولیدی هست. سیستم در صورتی که درست بهره برداری بشه بدون بو خواهد بود. پساب خروجی نسبتا کیفیت بالایی داره و این سیستم نسبت به شوک‌های بار عالی و هیدرولیکی مقاومت نسبتا خوبی رو از خودش نشون میده. پساب خروجی هم بعد از اینکه گندزدایی شد میتونیم وارد قسمت فیلترشنی بکنیم و بعد از فیلتر کردن هم مناسب برای کشاورزی هست. در خصوص روش‌های دیگه‌ای که در تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده میشه نظیر روش‌هایی مثل A2O، MGHB، SPR و بقیه روش‌ها انشالله در پادکست‌های بعدی توضیحات رو خدمتتون ارائه میدم.